یه چیزی هست توی زندگی بیشتر از همه چیز ما رو اذیت میکنه و شکنجه میده و باعث میشه که ما زندگی نکنیم و فقط زنده باشیم و نفس بکشیم. من راجع به دشمنت حرف نمیزنم، من راجع به بچه محلتون حرف نمیزنم، من راجع به رئیس شرکت صحبت نمی کنم، من راجع به سیاستمدارا صحبت نمی کنم. راجع به کسی صحبت میکنم که خیلی بهت نزدیکه، همسر و بچه و اعضای خانواده هم نیست، خیلی نزدیکتره. اون ندای درونت، اون چیزیه که از درون داره باهات صحبت میکنه، صدای درونی خودت. توی زندگی من خیلی ضربه خوردم از این. همین الان اگر ولش کنم، یعنی اجازه بهش بدم، شادیم رو ازم میگیره. نمیدونم چه، اصلا تخصصش اینه، مهارت داره توی این، فوق تخصص توی این کار. یه جورایی افکار سمی رو انگار میپاشه، اصلا انگار دستاش پر افکار سمیه. تا بهش اجازه میدم میریزه روی دایره، میگه بفرما بردار هر کدومو که میخوای، اتفاقای بد، اشتباهاتی که کردی، حرفایی که بقیه بهت زدن، هر مسئله‌ای که ناراحت کننده است توی زندگیت پیش اومده رو میاره جلوت، اصلا میچینه آلبومو باز میکنه، میگه انتخاب کن چیو میخوای. اشتباهایی که کردی، ناحقیایی که برات کردن، ظلمایی که در حقت شده، اون کارهایی که بچگی ها باهات کردن، مثلا آزار و اذیتی که دیدی، آسیب هایی که توی کودکیت دیدی، اشتباهاتی که خانوادت در حقت کردن، ظلمایی که در حقت شده، کدومو میخوای؟ انتخاب کن تو. من برات پروندهشو باز میکنم، کلمه به کلمه، کلمه به کلمه قشنگ یادآوری میکنه. همین الان توی ذهنم من بخوام، همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و صحبت میکنم، انگاری که وایساده اونجا و میگه باز کنم این پرونده رو. انگار همیشه هست، همیشه حاضره توی هر لحظه. مثلا من در کنار خانواده‌ام هم دارم لذت میبرم، مثلا باید اونجا سر سفره نشستیم و داریم غذا میخوریم و غذای خیلی خوشمزه‌ایه، کنار خانواده دارن بقیه میگن و میخندن، یه دفعه‌ای پرونده رو باز میکنه، اونجا چرا اینطوری شد، این چرا اونجا مثلا 5 سال پیش چرا اونجا اون حرفو زدی، یا اون حرفو زد، اون کارو با تو کرد، تو چرا مثلا این جواب رو ندادی، چرا این حرکت رو نکردی، چرا اینطوری شد، چرا زندگی اینطوریه. همه این حرفا باعث میشه من تو اون لحظه زندگی نکنم و اون کوپن با ارزشی که از زندگی، اون محبتی که به من داده شده از لحظات شیرین زندگی رو از دست بدم، شیرینی اون لحظه رو از دست بدم، بیام بگم آقا این کوپن زندگی من بفرما، بدم به اون ندای درونیم، بگم خب یه خاطره بد به من بده، بیا این 5 دقیقه مال تو، بیا این 1 ساعت، 5 دقیقه که خیلی خوبه. ما توی طول روز یه دفعه میبینی 10 ساعت توی نشخوار فکریم، داریم فکرهای منفی و سمی میاد، هی هم داریم عذاب میکشیم. یه نفر 10 سال پیش به ما یه حرفی زده، یه چاقویی زده، با حرفش مثلا اون حرف سمیش مثل چاقو ما رو زخمی کرده، ما به جای اینکه اون چاقو رو در بیاریم خودمون رو مداوا کنیم، چاقو رو هی در میاریم میزنیم به جاهای دیگه خودمون، هی خودمون رو هر روز زخمی تر میکنیم. یعنی با این حرفا، با این فکرها هی زخم رو تازه تر میکنیم، به جای اینکه سعی کنیم فراموشش کنیم. یه بار ما درد کشیدیم، یه بار حرف شنیدیم، یه بار اشتباه کردیم، اون مسئله هر جوری بوده تموم شده و ما تاوانش رو دادیم، باید اون مسئله رو ما فراموش کنیم. ولی این صداهای درون نمیذارن که ما فراموش کنیم، هی تکرار میکنن، هی این افکار سمی رو میریزه تو ذهنت و اون لذت زندگی کردن توی لحظه رو ازت میگیره. یعنی تو اون کوپونه رو خرج میکنی، میگی بفرما، اونم میگه خواهش میکنم شما بفرمایید، بیا این افکار منفی، این درد، این رنج بکش، نوش جونت، شادی تو بده من، لحظه تو بده، زندگی تو بده، هدفاتو بده. تو باید قید هدفات هم بزنی. وقتی ما داریم نشخوار فکری میکنیم، افکار سمی میاد، این فکر کردنه از ما انرژی میگیره، انرژیمون رو میگیره.
میدوزه انرژیمون رو و باعث میشه که ما به کارامون، به اهدافمون نرسیم، بهره وریمون هم میاد پایین. خیلی موقع‌ها این اتفاق برای ما میفته. داریم ظرف میشوریم، داریم فکر میکنیم، داریم غذا میخوریم، داریم فکر میکنیم، سر کاریم داریم کار میکنیم، تو مترو داریم فکر میکنیم، رفتیم شهربازی، سینما، هر جا. توی لذت هامون هم ما میتونیم فکرمون درگیر چیزای منفی باشه، اون نشخوار فکریه این ما رو عذاب بده، شادی اون لحظه‌مون رو بدزده. خیلی موقع‌ها این قضیه برای ما پیش میاد و یه مشکلی که هست و باعث میشه ما حالمون خوب نباشه، توی مسیر درست قرار نگیریم، همینه. نشخوار فکری، افکار منفی، اون ندای درونی لعنتی همینجوری میان. دکتر هولاکویی میگه آدم سالم آدمیه که مغزش، سرش یه در داره، نگاه میکنه چه فکری میخواد بیاد تو. اگه فکر منفیه، فکر چرت و پرته، همونجا بمونه. باز دکتر هولاکویی میگفت من حتی حاضر نیستم به اتفاقات خوش گذشته فکر کنم، اتفاقات خوبی که در گذشته افتاده و خاطرات خوبم فکر کنم. این نشون میده ما حالمون حال پوچیه. یعنی ما در لحظه انقدر باید کارهای هیجان انگیز، کارهایی که دوست داریم، حالمون رو خوب میکنه. ممکنه آب دادن به گلدونایی که توی خونه داریم حال ما رو خوب بکنه. ممکنه یه غذای درست کنیم که چند وقت نخوردیم و هوس کردیم و دوست داریم اون غذا رو درست کنیم، یه شیرینی درست کنیم، یه دوری بزنیم، پیاده روی کنیم، یه جایی رو بریم ببینیم، یه مسافرت بریم. همه اینا یه خاطره سازی بکنه توی لحظه و توی لحظه ما حالمون رو بسازیم و نیازی نباشه برای خوشحال بودن و آروم شدن و یه جورایی حال خوب داشتن بیایم برگردیم رجوع کنیم به خاطرات گذشته که چی بوده در گذشته، چه اتفاقاتی افتاده، حالا خوب یا بد. تازه خوبش هم میگه من نگاه نمی‌کنم، چه برسه بدش که دیگه فاجعه است. فاجعه انرژیمون رو میگیره، استرس به ما میده، باعث میشه انواع اقسام مریضی‌ها بیاد سراغمون. قید زندگی کردن، قید ورزش کردن، اصلا خودمون غافل میشیم. این فکرها رو شناسایی کنید، توی لحظه زندگی کنید. من الان اگر فکری بیاد سراغم، مثلا دارم دوش میگیرم، فکرهای سمی میاد سراغم که این حرفو زد، اون کارو کرده، اینا. بعد سعی میکنم که بیام توی لحظه. چجوری بیام توی لحظه؟ میگم خب این آب داره میاد، چه حس خوبی داره تو این هوای سرد، مثلا آب گرم داره میاد روی سرم، بعد دستام داره خیس میشه، این صابونی که دارم لمس میکنم با دستام، هوای حموم، اکسیژن، صدایی که میشنوم، همه اینا رو جمع میکنم و باعث میشه اینا از توی اون فکرم بیام بیرون، اون افکار سمی قطع شه، ندای درونی صداش رو قطع کنه و من بیام توی اون لحظه و از اون لحظه استفاده کنم و لذت ببرم و آرامش بگیرم توی همون دوش گرفتنم. میتونیم توی هر لحظه داریم ظرف میشوریم آرامش بگیریم، غذا درست میکنیم آرامش بگیریم، لذت ببریم از بوی غذایی که داره میاد، از طعم غذا، از صدای قاشق چنگالی که داره میخوره به اون ظرفا، رنگشو ببینیم، از حواسمون استفاده کنیم، از صدای برگایی که هست روشون میتونیم راه بریم، آسمونی که نگاه کنیم، یه گلی که بخوایم بو کنیم، بچه‌مون که در آغوشش بگیریم، پارتنرمون که باهاش خاطره سازی کنیم و زندگی کنیم، واقعا لذت ببریم از با هم بودن. یه چیز رو داری میگیری، اون نشخوار فکریه که اون ندای درونی داره اون افکار سمی رو بهت میده، یه چیز بی ارزشی داری میگیری و یه چیز با ارزش رو داری میدی. ببین چی داری میدی و چی داری میگیری، ببین ارزشش رو داره، بهایی که داری میدی چیه و چیزی که به دست میاری. من توی زندگیم خیلی، یعنی همه ما این تجربه رو داریم، این رو من با سلول به سلول بدنم لمس کردم، کشیدم و چشیدم و هر روز سراغم میاد و هست و من یه جورایی سعی میکنم که با اون مقابله کنم و زیاد پر به پرش ندم و جلوش رو بگیرم. یه جورایی این درد و دل بود باهاتون و دوست داشتم این رو باهاتون به اشتراک بذارم
که یه دونه کاری که به من خیلی کمک میکنه اینه که در لحظه زندگی کنم و فارغ بش، جدا بشم از استرس آینده و قصه خوردن بابت گذشته. این بود که بتونم در لحظه واقعا زندگی کنم. این رو دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم. نوشخوار فکری چیزیه که شادی شما رو و حال خوبتون رو میدوزه و باعث میشه که از زندگی لذت نبرید. به هر حال دوست دارم که هر جا هستید در لحظه زندگی کنید و حالتون خوب باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر نکته‌ای بوده که برای شما مفید بوده، بهتون کمک کرده، خوشحال میشم که توی کامنت ها با من و بقیه به اشتراک بذارید. اگر دوستی رو میشناسید که این ویدیو ممکنه براش مفید باشه، حتما باهاش به اشتراک بذارید. اگر هم دنبال حال خوب هستید و دوست دارید هر روز ورژن بهتری از خودتون بسازید، هم این کانال ما هم سایت ما zendegikun.net رو بهش سر بزنید. محصولات ما، محصولاتی که اونجا میذاریم، محصولاتیه که باعث میشه هر روز انگیزه بگیریم و ورژن بهتری رو از خودمون بسازیم. هر جا هستید موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.